سلام دوستان، تو این ویدیو قصد دارم بهتون نشون بدم که چطور شماره تماسی که به حساب اینستاگرامتون وصل کردید رو حذف کنید. برای این منظور حتما باید از طریق سایت اینستاگرام وارد حساب کاربریتون بشید، نه اپلیکیشن اینستاگرام. برای ورود از طریق سایت وارد مرورگر کروم میشیم، اینستاگرام لاگین رو سرچ میکنیم، وارد گزینه اول یعنی لاگین اینستاگرام میشیم. تو این صفحه مرورگر کروم رو انتخاب میکنیم. بعد از اینکه وارد شدید وارد پروفایلتون بشید. روی گزینه ادیت پروفایل ضربه بزنید. کمی به پایین اسکرول کنید و اینجا در قسمت فون نامبر شماره تماستون رو پاک کنید. حالا کافیه روی دکمه سابمیت ضربه بزنید. همونطور که میبینید شماره تماس من پاک شد. حالا اگر از طریق اپلیکیشن هم وارد بشید و روی ادیت پروفایل ضربه بزنید و وارد بخش اطلاعات شخصیتون بشید، مشاهده میکنید که شماره تماس حذف شده. ممنون از اینکه این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگه خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید.